داش خوبی؟ ببین سرسیلنده رو من باز کردم. از این قسمت‌های دور سیلندر ردش قشنگ افتاده. از اینجا واشر زده. یعنی چی؟ یعنی کمپرس رد کرده. هوای خروجی اگزوزت یه مقدارش اومده توی محفظه آبت. واسه همین این ماشین رادیاتور ترکون یا مثلا لرزش داشت. حالا مکانیک قبلی بنده خدا اینجا رو همه رو چسب داده. اینو با چسب و توپ جمع کردن. حتی واشر سرسیلندت هم چی کاغذی انداختن. اینو رو پژو 405 میندازیم ما. واسه همینه به پژو میگن سلطان واشر. ببین همش چسبه. این ماشین واشرش فلزیه. اصلا نباید واشر بزنه تا وقتی که آب نداشته باشه. حالا اینا رو ما همه رو درست میکنیم، مشکل نداره. ولی خب ببین من الان سرسیلندت رو قوی کنم، این زیر موتورت هم یه ذره ضعیفه. بالاش قوی بشه، پایینش ضعیف. امکان داره این ماشین روغن کم کنه یا دود کنه. فردا روز اگه این مشکل افتاد تو ماشینه دیگه پای من نیست، پای ماشین خودته. اگه میخوای من ضمانت کنم مشکلی ایجاد نشه واسه ماشینت، باید چی؟ باید یه تعمیر موتورم بکنی.